سلام به همه عاشقای سفر. اگه پاسپورتتون داره ازتون خواهش میکنه که یکم بهش محبت کنین، پس بدونین که یه جنگجوی سفر واقعی هستین. بیاین با هم 3 تا مقصد فوق العاده‌ای که به هیچ وجه نباید از دست بدین رو کشف کنیم. اولین ایستگاهمون شهر مسحور کننده توکیو. نورهای نئونی، تکنولوژی‌های پیشرفته و سوشی‌های آب دهن انداز. این شهر اصلا نمیخواد بخوابه. بعدش میریم به جزیره رویای سانتورینی تو یونان. خونه‌های سفید با گنبدهای آبی، غروب‌های نفسگیر و آب‌های زلال و شفاف. یه بهشت واقعی. سومین مقصد شهر پر جنب و جوش ریو دو ژانیرو هست. حال و هوای کارناوال، مجسمه معروف مسیح منجی و اون ساحل‌های فوق‌العاده زیبا. اینجا هر روز یه جشن و پایکوبیه. چهارمین مقصد شهر اسرارآمیز مراکش هست. بازارهای عجیب و غریب، تاریخ غنی و صحرای سحرانگیز، یه ماجراجویی برای همه حواس. و در نهایت میریم به شهر باشکوه کیپ تاون. کوه تیبل دیدنی، سواحل بکر و حیات وحش متنوع. آفریقا در بهترین حالت خودش. پس چمدون‌هاتون رو ببندین و آماده سفر بشین. این مقصدهای شگفت انگیز دارن صداتون میکنن. اول کجا میرین؟ یادتون نره برای الهام گرفتن از سفرهای بیشتر، کانال رو لایک و دنبال کنین. سفر خوبی داشته باشین.